سلام به همه. حتما شنیدی که میگن از فردا شروع میکنم، ولی تا حالا پرسیدی فردا دقیقاً باید چی کار کنی؟ قراره تو این ویدیو قدم به قدم و کاملا علمی بهت بگم که فردا صبح بدون رژیم‌های سخت و داروی خطرناک چطوری اصلا شروع کنی. تا آخر این ویدیو بمون، چون میخوام چیزی بهت بگم که میتونه همه نگاهت به کاهش وزن رو عوض کنه. بذار یه حقیقت ساده رو برات بگم. هر روزی که داری عقب میندازی کارتو داری سخت تر میکنی. مطالعات نشون دادن کسایی که از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیرن به یه تغییر کوچیک تو زندگیشون انجام بدن خیلی بیشتر از بقیه تونستن تو همون مسیر بمونن. ولی سوال اصلی اینه که اگه بخوای همین فردا شروع کنی، اولین قدمت دقیقاً باید چی باشه؟ خب خیلی ها فکر میکنن که برای لاغر شدن باید از فردا رژیم سخت بگیرن و یا 2 ساعت حداقل برن باشگاه تمرین کنن، ولی بدن و مغز به این صورت اصلا کار نمیکنه. مطالعاتی که توی این مقاله انجام شده نشون داده که تغییرات کوچیک، تدریجی و پایدار خیلی موثرتر از تغییرات ناگهانی و خیلی شدیده. چرا؟ چون تغییر شدید باعث میشه که خیلی زود خسته بشی، ولی تغییر کوچیک بهت حس موفقیت میده. ولی چیزی که خیلی‌ها نمیدونن اینه که قدم کوچیک برای هر کسی فرق داره. اولین قدم واقعی اینه که ببینی الان کجا وایسادی. خب اولین قدممون این میشه که یه دفتر برداریم یا یه اپ موبایلی پیدا کنیم و همه چیزایی که امروز خوردیم و توش بنویسیم. دومین قدممون چی میشه؟ تحرکمون رو میایم یادداشت میکنیم. مثلا امروز چند قدم راه رفتیم یا اینکه چقدر اصلا پشت میز نشستیم. و سومین قدممون این میشه که عادتهایی که بیشتر اذیتمون میکنن و بیایم مشخص کنیم و برای خودمون بنویسیم که چه چیزایی داره ما رو اذیت میکنه. این کار برای شما شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی مطالعات نشون دادن که همین نوشتن باعث میشه شما تا 2 برابر بیشتر وزن کم کنیم. ولی این فقط شروعشه، چون وقتی وضعیتت رو شناختی باید بدونی که هدفت چیه. خب الان وقتشه که واسه خودت یه هدف تعیین کنی، نه از اون هدفهای عجیب مثلا میخوام 20 کیلو توی ماه یا 2 ماه کم کنم. نه، یه هدف کوچیک و واقعی. مثلا این هفته هر روز 10 دقیقه قراره که من پیاده روی داشته باشم. دومین هدفتو میتونی چی بذاری؟ به عنوان مثال نوشابه رو فقط به آخر هفته ها محدود کنم. یا اینکه سومین هدفت هم میتونی بذاری که هر روز 1 لیوان آب بیشتر بخوری. هاروارد هلس میگه که اهداف کوچیک و قابل اندازه‌گیری احتمال موفقیت رو چند برابر میکنه. ولی هنوز یه مشکل دیگه ای داریم. خیلی هدف میذارن ولی بلد نیستن فردا از کجا شروع کنن. خب فردا روز اولته، این کارا رو باید انجام بدی. اول اینکه صبحونه سالم و ساده رو بخوری، مثلا یه نون سبوسدار و یه تخم مرغ بخور. دوم اینکه میتونی این کارم انجام بدی، 10 دقیقه پیاده روی سریع داشته باشی، لازم هم نیست که اصلا بری باشگاه. و سوم اینکه یه بطری آب بذار جلوتو تا شب 2 بار پرش کن. و چهارم اینکه یکی از غذاهای ناسالم روزتو حذفش کن، مثلا چیپس یا نوشابه. به همین سادگی. مقاله که اینجا واسهتون نشون میدم میگه که همین تغییرات کوچیک اگه تکرار بشن میتونن تو چند هفته نتیجه خیلی خوبی بدن. ولی سوال اصلی اینجاست که خب چطور مطمئن بشیم که وسط راه ول نمی کنیم؟ خب اینجا نکته ایه که خیلی ها کم میارن ولی راه حل علمی هم داره. اولیش ردیابی پیشرفته، وزن، اندازه، دور کمر یا حتی تعداد قدم ها رو ثبت کنیم. دومیش پاداش کوچیکه به خودمون بدیم. هر هفته که موفق شدی به خودت یه جایزه کوچیک بده، حتی شده مثلا یه فیلم خوب یا یه بیرون رفتن. سومیش چیه؟ سومیش اینه که پشتیبانی اجتماعی. به یکی از دوستات بگو داری شروع میکنی ورزش کردن یا اینکه وزنتو کم کنی. مطالعات نشون دادن آدمایی که همراه دارن خیلی بیشتر موفق میشن. ولی بازم یه سوال میمونه، بعد این هفته اول قدم بعدیمون چی باشه؟ خب تا اینجای ویدیو چی فهمیدیم؟ اولین قدممون فردا فقط یه تغییر کوچیکه.
دومین قدممون باید وضعیت رو بررسی کنیم. سومیش هدف ساده بذاری برای خودت. چهارمیش فردا با همون 10 دقیقه پیاده روی و یه انتخاب غذایی درست شروع کنیم. ولی این فقط شروع کاره، چون سوال اصلی اینجاست چطوری برنامه کامل هفتگی بچینیم که مطمئن باشیم ادامه میدیم. این دقیقاً همون چیزیه که قراره تو ویدیوی بعدی بهت بگم. یه برنامه ساده هفتگی برای شروع کاهش وزن و مرحله به مرحله. پس اگه میخوای ادامه مسیر رو از دست ندی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن که بقیه ویدیوها رو از دست ندی. تا ویدیو بعدی شاد و پر انرژی باشید.